سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ویدیوی امروز مهمون داریم. خودتو معرفی کن. من جانا، مامان رها. اونم معرفیش کن، اونم هست تو ویدیو. ایشونم عشق من، پسر کوچولو سرت بیا بالا واسه که فقط دوست داره که نازش کنی. همین. حرفم گوش نمیده. بچه‌ها توی این ویدیو میخوایم درباره کتاب دلهره‌های کودکی نوشته آلیس میلر صحبت کنیم و معرفیش کنیم. بذار از نزدیک نشونش بدم. ماما صورتتو بگیر جلوی صورتت. آها، دلهره‌های کودکی از آلیس میلره و ترجمه امید سهرابی رو من دارم و خوندمش. سال 1400 چاپ شده. خب و قیمتی که توی این کتاب نوشته چقدر دقیقشو بگم بهتون، 35,000 تومان. 4 سال پیش این کتاب 35,000 تومان بوده و من الان سرچش کردم دیدم که 200,000 تومان شده. 11% لطف کردن، محبت کردن، تخفیف گذاشته بودن توی دیجیکالا. 181 اینطورا شده بود. برای همین من تصمیم گرفتم که PDF رایگانش رو واسهتون توی چنل تلگرام بذارم که اگر سختتون بود یا دوست نداشتین که کتاب رو فیزیکیش رو تهیه بکنین، PDFش رو بخونیم. اما بریم سراغ معرفی خود کتاب. شما شروع می‌کنی؟ من شروع کنم؟ نه دیگه، شما اول. بزرگا مقدمه. خواهش میکنم. من اجازه به شما میدم که شما زودتر شروع کنید. اجازه میدین؟ تو رو خدا خواهش میکنم. قبل تو. آلیس میلر یک روانشناسه که خودش یه سری تروماها رو توی بچگیش تجربه کرده و اصلا میگه که حتی دلیل روانشناس شدنش هم یه سری از اتفاقاتیه که توی کودکی براش افتاده و کلا اعتقاد داره که دیدیم توی روانشناسی خیلی من شنیدم میگن که هر اتفاقی که توی زندگیت میفته یا هر کاری که میکنی ریشه در کودکی تو داره و کلا میشه هر تراپیستی میری هی اینو میگه ریشه در کودکی تو داره. این کتاب همینو داره میگه به ما که چه جوری اتفاقات کوچک یا بزرگی که توی بچگی شما برای شما میفته یا نوع تربیتی که پدر یا مادر شما برای شما انجام میدن میتونه باعث یک تروما، باعث یک رفتار، باعث یک اختلال شخصیتی حتی توی بزرگسالی شما بشه و درباره این حرف میزنه که چه جوری و چرا اصلا باید بشکنیم این زنجیره رو. بفرمایید. به طور کلی اگه بخوام بهتون بگم، این کتاب به ما داره میگه به جایی که بخوایم کودکانتون رو درست کنید، بچه هاتون رو درست کنید، باید استرس ها و استراب های خودتون رو از بین ببرید و ریشه یابی کنید توی خودتون، مشکلات خودتون رو حل کنید. اون وقتی که بچه های شما هم درست میشن. یه جورایی مثل این میمونه که مثلا بچه درخته و ریشه شمایی. خب نمیتونی بیای بگی که این درخته رو رنگ سبز بیای بزنی به برگاش یا مثلا میوه بچسبونی بهش. خب وقتی که با چسب این میوه رو میچسبونی بهش، در واقع داری خودتو گول میزنی. اگه به زور بیای بهش بگی که باید این میوه رو بدی، در واقع داری خودتو گول میزنی. باید بیای ببینی که این ریشه‌ای که خودتی، این ریشه‌ای که بچه از وجود توه داره ناله میکنی که نازش کنی. این ریشه‌ای که خود ماییم باید عوض بشه، باید پربار بشه، باید بهش تغذیه رسیده بشه تا وقتی که این درخت کامل و درست رشد بکنه. یه چیز خیلی مهم که توی این کتاب هست که مطمئنم خیلیاتون خوشتون میاد و دوست دارید و شاید مادر شوهراتون اینجوری بوده باشن، این که توی این کتاب میگه یه سری از آدمایی که بچه هاشون رو برای خودشون میخوان، میگن که مثلا این وقتی پسرشون میخواد ازدواج کنه فکر میکنن که اون عروس بدبخت اومده این پسرشون رو ازشون بدزده یا اینو برای خودش نگه داره، در صورتی که این آدمایی هستن که توی کودکیشون دچار همین مشکلات بودن، خانواده‌شون باهاشون همین رفتار کرده و همین به صورت یک زنجیره ادامه پیدا کرده تا به این آدم رسیده و این آدم فکر میکنه که مالک بچهشه و بچهش باید اونجوری که این میخواد زندگی کنه، اونجوری که این دوست داشته زندگیشو بگذرونه و باعث میشه که همین دوباره به بچهش منتقل بشه و مثل یک زنجیره همجور ادامه پیدا کنه و سالیان دراز از بچت به نوت، از نوت به نتیجه و همینجور ادامه پیدا کنه و این اصلا درست نیست. یک جایی ما باید
این زنجیره رو پاره کنیم تا بتونیم یه زندگی که خودمون دوست داریم رو برای خودمون بسازیم. اتفاقا من اینجا نوشتم بر خودم یه خلاصه ای از کتاب و چیزی که ثبت شد توی زندگی توی ذهن من از این کتاب همین بود. یه تیکه از کتاب، بذار باز کنم از رو بخونم اینو یا یه یادآوری به خودم داشته باشم. اینجا میگه که یه دقیقه وایسا. حرفی که اینجا میزنه جملهش رو نمیخونم چون که قبل و بعد خیلی داره و جملهش طولانیه. حرفی که اینجا میزنه میگه که اگه قربانی متوجه نشه که خطاکار خطا کرده و هیچ شکایتی ازش نداشته باشه، خودش تبدیل میشه به یک فرد خطاکار. و توی این اتفاقای اینجوری توی تربیت ها هم دقیقا همین اتفاق میفته. یه سری وقتا ما مثلا میگم یک خطایی روی ما انجام شده توسط پدر مادرمون، میتونه کتک زدن باشه، میتونه تربیت اشتباه باشه، میتونه داد و بیداد باشه، هر چیزی یک رفتار کوچیک میتونه باشه حتی که عواقب زیادی داشته باشه. این رفتار روی ما انجام شده، بعد ما چون که مقدس کردیم مادر و پدرمون رو و چون که یعنی اصلا نمیتونیم تصور کنیم که مادر یا پدر ما هیچ اشتباهی توی زندگیشون انجام بدن، فکر میکنیم که اینا بهترینن و از اون طرف ما یه سری موفقیت‌های کوچیکی هم توی زندگیمون کسب کردیم. یه سری مثلا موفقیت‌های مالی داشتیم، موفقیت‌های شغلی داشتیم یا کلا یه سری از رفتارهای خودمون رو خیلی دوست داریم. میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که خب پس مامان بابای منو درست تربیت کردن، پس اون موقع که زد تو گوش من، اون موقع که منو کتک زد کار درستی کرده، چون که من الان آدم موفقیم، ببین من چقدر رفتار خوبی دارم. فرد خطاکار رو خطاکار نمیبینه و هیچ شکایتی ازش نداره بابت اینکه مثلا اون رفتار رو در حقش کرده و خودش تبدیل میشه به این خطاکاره برای بچهش و این زنجیره همینجوری هی ادامه پیدا میکنه تا وقتی که یک نفر بیاد این زنجیره رو بشکونه. اما اینم اضافه کنم بچه‌ها، من نمیگم که شکایت داشته باشین از مادر پدرتون و این کتاب هم این حرفو نمیزنه، نمیگه که مثلا بیاین بجنگیم باهاشون، بیاین بریم بگیم که تو خطاکار بودی، تو زندگی منو خراب کردی فلان. نمیگه که تقصیرها رو همه رو بندازیم گردن یکی، صرفا میگه که این زنجیره رو با دونستن اینکه اون کار خطاست، اون کار اشتباهه، فقط با دونستن این مسئله بیای این زنجیره رو کامل بشکنیش و روی بچت این خطا رو تکرار نکنی. بچه پدر مادرها مقدسن و احترامشون واجبه. نه مقدس نیستن. احترام واجبه ولی مقدس نه. مقدس یعنی پاک، مبرا از هیچ ایرادی. به نظر من این مقدس سازیه که توی کلن جامعه ما اتفاق میفته، فلان چیز مقدسه، باعث میشه که ما خطاها رو کلن نبینیم، بعد دوباره اون خطاها رو خودمون تکرار کنیم، فکر کنیم که اون رفتاری که اون طرف کرده درسته چون مقدسه. مقدس سازی اشتباهه ولی باید درکشون کنیم که اونا هم تو این زنجیره بودن. مقدس از این لحاظ که یک موجود زنده رو از وجودشون بالاخره به این دنیا آوردن، از این لحاظ میشه گفت مقدس. ولی اینکه احترامشون واجبه، همه اینها رو باید انجام بدین، ولی باید راه زندگیتون خودتون پیدا کنید. نه اینکه بگید که مثلا چون مامانم دوست داشت من موزیسین شم من رفتم موزیسین شدم، چون مادرم پدرم خواست من هنرمند شم من رفتم هنرمند شم. ببین دلت چی میخواد، دلت چی بهت میگه، ولی همیشه راه درست رو انتخاب کن و اون راه درست رو ادامه بده. نذار هیچ کس حتی پدر و مادرت تأثیر کوچکی روی اون هدفت داشته باشن. این تویی که میتونی موفق باشی، میتونی خوشحال باشی، شاد باشی. هیچ کس شادی و خوشحالی و موفقیت رو به تو هدیه نمیده جز خودتو. پس تلاشتو بکن و اجازه نده هیچ کس روی تو تاثیر بذاره. راهنمایی دیگران رو گوش بده. خوبه که آدم گوش بده دیگران چی بهش میگن، راهنماییشون رو گوش بده، ولی توشون نگاه کن ببین کی درست میگه، نکته های خوب و درستش رو بردار، بقیه‌اش رو بریز دور و اون کاری که فکر میکنی که درسته رو حتما انجامش بده. بعضی وقتا به نظر من یه احترام کوچیک باعث یه بی احترامی خیلی بزرگ میشه. مثلا یه وقتایی ما میگیم از سر احترام، از سر دوست داشتن
رشته‌ای که مثلا مامانم میگه رو میرم، رشته‌ای که مادر پدرم مثلا میگن که تو باید وکیل شی، تو باید دکتر شی، من اونو میرم احترام میذارم اینجا بهشون. بعد که بزرگ میشم پشیمون میشم، اونو نازش کن صدا نده. بعد که بزرگ میشم، بعد مثلا از اون راهی که رفتم پشیمون میشم، میام به مامانم میگم تو گفتی، تقصیر توه. این باعث یه بی‌احترامی بزرگتر میشه، باعث میشه که اصلا بدتر هم زندگی تو از دست دادی، هم مادر پدر تو از دست دادی، چون که اون رفتاری که اون موقع باهاشون داری، اون بخششی تو نمیتونی ببخشیشون بابت تعداد سالهایی که دیگه گذشت، تموم شد رفت، و ممکنه که اصلا کلا مهر و محبت هم بره. پس یه احترام کوچیک میتونه یه بی احترامی بزرگ بذاره. نمیدونم دارم درست میگم یا نه. به هر حال کار خودتون اگر میدونین و خودتون متوجه شین، کار خودتون اگر که درسته انجام بدین. پس بریم سراغ هایلایت این کتاب. یه جمله‌ای من خیلی تو این کتاب هایلایت کردم و خط کشیدم، اما یه جمله‌ای هست توش که من هایلایت برتر می‌کنمش. میخوام از رو بخونمش که شما هم بشنوید. همیشه آنقدر که احساس میکنیم گناهکار هستیم گناهکار نیستیم، و همچنین آنقدر که دوست داریم معصوم باشیم معصوم نیستیم. میخوام نظر خانم جانا رو بدونم درباره جمله. واقعا درسته، جمله خیلی قشنگیه. شاید ما همیشه فکر میکنیم که خیلی وقتا تو زندگیمون یا فکر میکنیم خیلی مورد ظلم قرار گرفتیم، خیلی مظلوم واقع شدیم، یا خیلی وقتا هم فکر میکنیم که چقدر ما آدمای پست و چقدر آدمای بدی هستیم، هیچکی ما رو دوست نداره، هیچکی ما رو نمیخواد، یا کوچکترین اشتباهی رو به بزرگترین گناه ربطش میدیم، فکر میکنیم که اون اشتباه کوچیک گناه خیلی بزرگ بوده، در صورتی که اصلا همچی چیزی نیست. و مطمئنا همه آدما تو زندگیاشون اشتباههای کوچیک و بزرگ دارن، ولی خوبه که از اونا درس بگیریم، اونا رو پله کنیم برای خودمون و ازش بالا بریم تا به موفقیت برسیم. نه اینکه وقتی یه اتفاقی برامون افتاد هی بشینیم قصه بخوریم، هی خودمون و روحمون و جسممون رو عذاب بدیم و بعد دوباره بعد از یه مدتی دوباره اون رو تکرار کنیم. و مطمئن باشید که دنیا اونقدر میچرخه تا تو یاد بگیری که باید چه شکلی زندگی کنی. اینقدر سیلی بهت میزنه تا تو اونجایی که اشتباه کردی رو دیگه انجامش ندی و درست زندگی کنی. حالا به نظر من این جمله یک حالت مانیفست بهش میگن، نمیدونم دارم درست تلفظش میکنم یا نه، یه راهنمایی برای خوندن این کتاب. چون که وقتی این کتاب رو میخونین خیلی راحت میتونین تقصیرها رو بندازین گردن پدر مادرتون و فکر کنین که شما معصومین و دیگه هیچ اشتباهی نکردین دیگه. مادر پدر من باعث شدن که این کار من بکنم، مادر پدر من باعث شدن که این اختلال روانی مثلا توی من ایجاد بشه، مادر پدرم بودن، همش تقصیر مامان بابا بود. از اون طرف اگر شما مادر یا پدر یه بچه‌ای هستین که حالا دچار اختلالیه، ممکنه که 100% خودتون رو گناهکار بدونین با خوندن این کتاب. و به نظرم این جمله رو قبل از خوندن این کتاب باید حتما توی ذهنتون داشته باشین که نه خودتون رو گناهکار 100% بدونین، چون که شما هم توی این زنجیره بودین و تا قبل از خوندن این کتاب نمیدونستین که داخل این زنجیره این و باید چیکار کنین. از اون طرف خودتون رو معصوم هم ندونین، چون که شما هم یه سری اشتباهات دارین میکنین، شما هم دارین این زنجیره رو ادامه میدین. اگر که فکر کنین که معصومین، این زنجیره تا ابد ادامه خواهد داشت. پس یه بار دیگه جمله رو میخونم. همیشه آنقدر که احساس میکنین گناهکار هستیم گناهکار نیستیم، و همچنین آنقدر که دوست داریم معصوم باشیم معصوم نیستیم. این جمله رو موقع خوندن این کتاب همیشه یادتون باشه که تقصیرها رو نندازید گردن یکی دیگه، ولی از زنجیره خارج شید. خب فکر کنم دیگه معرفی این کتاب تموم شد، نه؟ به نظرم دیگه خوبه که خودتون برید PDFش رو بخونید و خواهش میکنم هر کتابی که میخونید حتما بهش عمل کنید. خوندن تنها فایده نداره، هر چیزی رو که میخونید توش قشنگ بهش هر چیزیش هم نه، ممکنه اشتباه نوشته باشه توی کتاب. آره، با جهانبینی خودتون نگاه کنید ببینید چیا باید عمل چون شه. ببین من خودم خیلی وقتا شده یه سری کتابا رو خوندم، یه سری متنا رو خوندم، یه سری چیزا رو خوندم که به نظر من اشتباه بوده، یا شاید چون این کتابای خارجی هست دیگه، نویسندش خارجیه، شاید به فرهنگ من نمیخورده. خب
من اومدم نگاه کردم ببینم اگر چیزیش واقعا به درد من و فرهنگم میخوره و درسته، اونا رو از توش کشیدم بیرون، بقیه‌اش رو دیگه بهش توجه نکردم. شما هم همینجور ببینید مثلا توی این کتاب چی چیزایی هست که واقعا به دردتون میخوره که بتونین انجامش بدین. سعی کنید هر وقت هر چیزی رو که میخونین واقعا، حالا حتی پادکست، کتاب، هر چیز، بهش فکر کنید و عمل کنید، نه که فقط سرسری بخونید فقط بعداً بخواید بگید من یک کتاب خوندم، مثلا 10 تا کتاب خوندم. این فایده نداره، خوندن الکی فایده نداره. شاید توی این کتاب فقط یه نکته کوچولو باشه که تو بهش توجه کنی، همون نکته کوچولو برای تو کافیه. نیاز نیست که کل کتاب رو حفظ بشی یا کل کتاب رو یاد بگیری، نه، یه نکته کوچولو هم ازش یاد بگیری، بهش عمل کنی، همون کافیه برای تو. مطمئن باش بقیهش تو زمین ناخودآگاهت خواهد ماند و بعدها توی زندگیت یه جایی یه دفعه‌ای بروز میکنه و تو بهش عمل میکنی. ممنونم ازتون. من هر هفته یه آپدیت کتابی میدم به بچه‌ها که دارم چی رو میخونم. صبر کن برم کتابمو بیارم. من این هفته کتاب دید اقتصادی رو، مامان باید صورتتو بگیری وگرنه زوم نمیکنه. کتاب دید اقتصادی رو خوندم، تموم شد. هیولا شناس 2 رو وایس خودم برم پشته. هیولا شناس 2 رو نفرین وندیگو. چرا بازم زوم نمیکنه؟ آها، حالا هیولا شناس 2 بچه‌ها، به من باور داشته باشید. هیولا شناس 2 رو دارم میخونم، به نصفش نرسیدم هنوز، احتمالاً برای هفته دیگه هم بمونه. و امروز زیباشناسی افلاطون رو شروع کردم. زوم کن. زیباشناسی افلاطون رو شروع کردم. خیلی ذوق دارم واسه خوندنشون. یه مدت بود من خیلی افتادم رو دور فلسفه و دوست دارم در مورد فلسفه بدونم. تو چی میخوای بخونی این هفته؟ هنوز کتابم رو انتخاب نکردم راستیتش. شاید چون این سری یه کتاب روانشناسی خوندم، سری بعد یه کتاب رمان شروع کنم بخوندم. حالا خوندم براتون معرفی میکنم، بهتون میگم. بچه‌ها مرسی تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. خدافظ. یه دقیقه صبر کن. چی شد؟ این ویدیو روزی آپلود میشه که روز دختره. میخواستم روز دختر از همینجا به همه دخترای قوی و با اراده و دوست داشتنی سرزمین خودم تبریک بگم، مخصوصا دختر عشقم که خیلی دختر ماه و با اراده و قویه و من افتخار میکنم که همچین دختری رو دارم. حسنت بشم من. و این پسر کوچولو رو روز دختر با پسر کوچولو تبریک میگی؟ دیگه چاره‌ای نداری چون روز پسر نداری. مرسی بچه‌ها، مرسی تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. خدافظ. خدافظ رو بگو. خدافظ. خدافظ.